پیامی خاصی نمیتونم بدم، قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقهی بی حجاب و کسایی که تعویض بی حجاب میکننده میگیرم اون دنیا. نه اون دنیا، از اون دنیاش دارم حرف میزنم. یه مطلب به برادرای پاسدار پیامی که دارم خدمت رفقای عزیزم اینه که شهادت نوعی مرگ عوض میکنه، وقتی مرگ عوض نمیکنه. اگر لایق باشیم انشالله و اگر جوری حرکت کرده باشیم تو جامعه، تو زندگیمون، مسیر زندگیمون تو راهی ولایت بوده باشه، شهادت میاد تو کل بودیم و انشالله به شهادت میرسیم. از مرگ نترسین، مرگ هر جا تو رخت خوابم یقه آدمو میگیره. سعی کنین جوری حرکت کنین که